سلامی دوباره خدمت شما دوستای عزیز. خب جلسه پیش با نحوه نصب پایتون و وی اس کد آشنا شدیم. این جلسه قراره به مبحث وریبل ها بپردازیم و بدونیم متغیر چیه و چه کاربردی داره. کلا متغیر یه اسمیه که ما به یه مقداری میدیم. خب مثلا میخوایم یه سنی رو بهش اشاره کنیم یا مثلا به یه شماره موبایل اشاره کنیم، اون شماره موبایل رو یا اون سن رو داخل یه متغیر قرار میدیم، یه اسم میدیم بهش، بعدا داخل برنامه کالش میکنیم، ازش استفاده میکنیم و اگه نیاز باشه مقدارش هم تغییر میدیم. خب اول بریم سراغ انواع متغیر. متغیرها کلا متغیرهای سادهمون 4 مدل هستن. یه دونه اینتیجره که عدد میگیره، یه دونه فلاته که اعداد اعشاری رو شامل میشه. اینجا مثلا بنویسم مثلا 2 6 مثلا 100 اینجوری. بعد فلات ها اعداد اعشاری مون میشن، مثلا 1/2 مثلا 8/7 اینجوری. اینا هم فلات همونن، یا مثلا 9/542. اینا هم فلات همون هستن. بعد یه رشته یه متغیر دیگه هم داریم به اسم رشته که داخل دبل کوتیشن قرار میگیره و کلا متن دیگه، چیز دیگه ای نیست، فقط متن. مثلا یه دونه hello world اینجا میزنیم. این هم متغیر استرینگ. یه متغیر ساده بیسیک دیگه هم داریم که بهش میگم بولین. دو تا مقدار برمیگردونه، یا تروه یا فالس، غیر از این چیزی نیست. حالا نحوه کار کرده اینم جلوتر با هم آشنا میشیم. خب حالا چطوری توی پایتون متغیر تعریف کنیم؟ چطوری متغیر اینتیجر تعریف کنیم، فلات تعریف کنیم، استرینگ و بولین؟ دو تا نکته داره که داخل پایتون اولا چیزی به اسم ثبات ها نداریم، یعنی تو زبانهای دیگه یه سری وریبل هستن که دیگه ثابتن، یک بار تعریف میشه و دیگه نمیشه اونو مثلا عوضش کرد. یه دونه این هست. کلا اینجا چیز ثابت نداریم، همشو میتونیم تغییر بدیم تو هر قسمت از کدمون. نکته دومش هم اینه که نیاز به دیفاین ندارن اینا. خب پایتون اومده کارو واسمون راحت کرده که دیگه نیاز به دیفاین نیست. حالا دیفاین چجوریه؟ اگه با زبان دیگه آشنایی داشته باشید، مثلا جاوا اسکریپت، اگه بخوایم جاوا اسکریپت یه دونه عدد مثلا دیفاین کنیم، باید اولش یه دونه لت بزنیم، یه لت بنویسیم، بعد مثلا چی بگم، مثلا ایج، متغیر ایج رو میخوایم اساینش کنیم. حالا مقدارش رو قرار میدیم با مثلا 28. تموم شد. این نحوه اساین کردن، دیفاین کردن متغیر داخل جاوا اسکریپت. خب اسکریپت همینجا بنویسم. ولی دیگه پایتون نیازی به این کارا نداره. پایتون فقط همینطور یه دونه اساینش میکنیم دیگه، تموم شد. چجوری اساینش میکنیم؟ ببین پایینتر نشونتون بدم. خب میخوایم یه دونه متغیر اینتیجر تعریف کنیم، فقط مینویسیم مثلا age، بازم همون age رو مثلا میزنم، age مساوی مثلا 25. تموم شد دیگه، هیچی نداره. نه اولش let می نویسیم، نه کانست می نویسیم، هیچی، نه def می نویسیم، هیچی. همین age مساوی 25. این خودش تشخیص میده وقتی اساینش میکنیم این مقدار رو روی ایج، خودش دیگه اینو میبینه که
اینتیجره، پس این تایپ اینو قرار میده اینتیجر. بعد این مساوی هم که اینجا گذاشتیم کلا برای اساین کردنه. خب جلوتر یه چند تا موارد هست که اونجا تو جلسه خودش بهش اشاره میکنه، ولی اینو اینجا داشته باشین که برای اساین مقدارمون از مساوی استفاده میکنیم. الان دیگه age مقدار شده 25، هر جا کالش کنیم این 25 رو واسمون میاره. حالا بذارید داخل ترمینال یه دونه، ما با ترمینال کار نمی کنیم جلوتر، فقط اینجا دارم من نشون میدم که چجوریه، چون با ما پرینت هنوز آشنایی نداریم، برای همین از اینجا مستقیم از پایتون استفاده میکنم. خب ترمینال مثلا من اینجا ایج رو اساینش میکنم 25 اساین میکنم روی ایج. خب الان ایجمون شد 25. خب الان مثلا میخوایم یک سال گذشته میخوایم یک مقداری اضافه کنیم برای سنمون. خب یه دونه همین ایج رو می نویسیم، ایج پلاس 1. خب اینجا میبینین ایج رو به اضافه 1 کردیم، نتیجه شد 26. خب دیگه نیومدیم دوباره 25 از اول بنویسیم. مثلا این چرا ما این کار انجام میدیم؟ همین 25 رو می نوشتیم دیگه. خب ببین وقتی مثلا یه سایت رو مثال بزنم، وقتی یه کاربری میاد سنشو موقع ثبت نام میده یا مثلا اسمشو موقع ثبت نام میده، ما دیگه نمیایم اونو دستی انجامش بدیم. میایم مثلا یه سری ایجا داریم، مثلا 20 تا 30 تا 40 تا 500 تا کاربر داریم، یه دونه متغیر تعریف میکنیم برای هر کدوم. اینم حالا جلوتر باش آشنا میشیم. یه متغیر تعریف میکنیم، میگیم آقا شما سن چنده، میگه 25. اینو میاریم توی همین متغیر ایجش قرار میدیم. بعد هر جا تو هر قسمتی نیاز بود اینو کال میکنیم و ازش استفاده میکنیم. شاید برای یکی 25، برای یکی دیگه 30، برای یکی 20. برای همین خب این از این اساینش کردیم. بعد متغیر فلات، این هم خیلی ساده است. دوباره همین مثلا میخوایم چی بنویسم، چی مثال بزنم اینجا، مثلا یه دونه نامبر می نویسم، نامبرمون مساوی با مثلا 25-700 خب اینم شد فلات دیگه. این مقدار اعشارش هم داره، خودش باز میاد اینو چک میکنه، پایتون میبینه اعشار خورده اینجا، اینو فلات قرار میده. بعدا استفادهش هم حالا میبینیم خیلی پرکار بردم هست. خب میریم روی استرینگ یکم متفاوت اساین کردنش. مثلا میخوام نیم مشتریمونو داخل این متغیر قرار بدم، باز دوباره از اساین مساوی که همون اساینمون میشه استفاده میکنیم، فقط اینو داخل یه دابل کوتیشن قرار میدیم. دابل کوتیشن دیگه نماد استرینگه. مثلا اینجا می نویسم آرش، اسم خودم رو میزنم. خب این شد نیمی که این شد یه متغیر استرینگی که تعریف کردیم، اساینش کردیم. بعد حالا تک هم میتونیم ازش استفاده کنیم، این فقط مختص حتما نباید دابل کوتیشن باشه. مثلا فامیلی رو میخوام با تک کوتیشن تعریف کنم، نویسم علیزاده، تموم شد. اینم از اینم شد متغیرهای وریبل استرینگمون. بعد میرسیم به بولیان گفتم دیگه، مثلا فقط یا ترو میگیره یا فالس. مثلا میخوایم یه تستی گرفتیم یا مثلا میخوایم طرف و لاگین بودنش داخل سایت یا داخل اپلیکیشنمون رو چک کنیم، از این استفاده میکنیم، از این متغیر استفاده میکنیم. مثلا من اینجا می نویسم is logged in، هم ببینیم is logged in هست یا نه. اگه بود که مقدار ترو بهش میدیم، اگه نبود
یا مثلا میخوایم ادمین بودنش رو چک کنیم، این پایین بذار فالس همونجا بنویسم is admin کاربری که وارد شده، نه ادمین نیست. خب اینم فالس رو اینجا مینویسیم. تموم شد. بعدا میتونیم اینا رو هم تغییر بدیم. مثلا کاربر اومد لاگین کرد داخل وبسایت، مثلا این فالس بود ترو قرار میدیم، یا ساین اوت کرد اینو میتونیم فالسش کنیم. بعد این از این تا اینجا ویدیو دیگه طولانی تر نشه همونجا پازش میکنیم، بقیه موارد رو جلسه بعدی واسهتون توضیح میدیم. فعلا خداحافظ.